سلام. تا حالا به این فکر کردین که چرا به یه نفر راحت اعتماد میکنین ولی به یکی دیگه نه؟ یا چرا بعضی وقتا با تمام وجود به یه هدف چنگ میزنین ولی وقتایی هم هست که حتی یه کار کوچیک رو نمیکاره رها میکنین؟ راز این دو رفتار به ظاهر بی ربط کجاست؟ پاسخ اینه: اعتماد و اراده که ریشه در مغز ما داره. بیاین با هم سفری رو شروع کنیم که بفهمیم چطور مغزمون این دو قدرت جادویی رو میسازه و البته تقویت میکنه. تصور کنین که یه پل شیشه زیر پاتونه. زیر پل یه دره عمیقه. آیا جرأت میکنین که قدم بردارین؟ اگه یه نفر کنارت باشه و بگه من قبلا از این پل رد شدم، امنه، آیا حس بهتری پیدا نمیکنی؟ اعتماد دقیقاً همینه. مغز ما برای بقا یاد گرفته به آدم‌ها و موقعیت‌های اعتماد کنه که کمترین تهدید رو دارن. هورمون جادویی اینجا اکسیتوسینه. همون چیزی که وقتی نوزاد رو بغل میکنی جاری میشه. این هورمون نه تنها حس امنیت و آرامش میده، بلکه ما رو به سمت باور کردن آدم‌های اطرافمون هدایت میکنه. حالا جالب اینجاست که مغز ما همیشه در حال آزمایشه. آیا این آدم قابل اعتماده؟ آیا این موقعیت امنه؟ و اگه جواب بله باشه، راه برای همکاری، دوستی یا حتی عشق باز میشه. اما حالا بریم سراغ قدرت اراده. اون لحظه هایی که صدای مغزت میگه نه این شکلات رو نخور، یا وقتی میخوای به یه عادت بد پایان بدی. اینجاست که مغز وارد یه نیروی درونی میشه. مدار پاداش که عاشق لذت‌های آنیه میگه بخور لذت ببر، ولی یه صدای دیگه میگه، یعنی قشر پیشانی یا مدیرعامل مغز میگه صبر کن این کار بهت آسیب میزنه. اراده یعنی این توانایی گفتن نه به اون چیزی که همین حالا میخوای، برای رسیدن به چیزی که توی آینده تاثیر بهتری داره واسط. واقعیت اینه اراده آزادانه به دنیا نمیاد، بلکه ساخته میشه. با هر انتخاب کوچیک مغزت یه عضله قوی تر میسازه. توی بخش 3 میریم سراغ چالش‌های اعتماد و اراده. فرض کن توی یه تیم کاری هستی و یکی از همکارات که همیشه دیر میاد یه پروژه مهم رو خراب کرده. خب کارکاری معمولا بار میاد دیگه تو اینجور سازمانا. آیا میتونی دوباره بهش اعتماد کنی یا توی همون روز تصمیم میگیری برای سلامتی خودت ورزش رو شروع کنی ولی شب که میشه میگی بلش کن از فردا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون اعتماد و اراده تحت تاثیر یه عامل بزرگن: خستگی در تصمیم گیری. توی بخش 4 میریم سراغ این که چطور اعتماد و اراده رو تقویت کنیم. خب حالا که فهمیدیم مغز چطور کار میکنه، بیایم یاد بگیریم چطور این دو مهارت رو تقویت کنیم. یه مورد اینه که قانون 3 سوال برای اعتماد رو استفاده کنیم. قبل از اعتماد کردن به کسی 3 تا سوال از خودمون بپرسیم. آیا این آدم قبلا قابل اعتماد بوده؟ سوال 2: آیا این موقعیت ریسک قابل کنترلی داره؟ و سوال 3: آیا حس غریزی من به این آدم مثبته؟ یا بیاین از تکنیک 1 دقیقه مکس برای اراده استفاده کنید. هر وقت خواستین به یه لذت آنی جواب بدین، مثل یه خرید غیر ضروری یا حتی یه عادت بد، 1 دقیقه صبر کن و بپرس این انتخاب چه تأثیری روی فردای من میذاره؟ یه تمرین دیگه تمرین روزانه بله و نه. هر روز یه تصمیم کوچیک بگیر که توش به یه چیزی بله بگی یا به یه چیزی نبگی. این کار مثل ورزش کردن عضله ارادت رو قوی تر میکنه. یه روش بعد ساختن شبکه اعتماده. آدمای اطرافت رو ارزیابی کن و با اونایی که حس خوبی بهشون داری بیشتر وقت بگذرون. اعتماد مثل یک عضله اجتماعی تقویت میشه. و در نهایت اعتماد پلیه که ما رو به دیگران وصل میکنه. اراده بالهاییه که ما رو به خواسته هامون میرسونه. هر دوی اینها در مغز ما نه فقط به هم متصلن، بلکه نیازمند تمرین و توجه روزانه. دفعه بعد که خواستی انتخاب کنی از خودت بپرس آیا به خودم اعتماد دارم؟ آیا اراده دارم به چیزی که واقعا برام مهمه برسم؟ پاسخت نقشه راهته. پس شروع کن و هر روز یه قدم مثبت بردار.